سلام به همگی. دختر هستم، 16 سالمه. نمیدونم از کجا شروع کنم. ما یه خانواده 4 نفره هستیم و من برخلاف پدر و مادر و خواهرم که اجتماعی هستن، فردی به شدت غیر اجتماعی هستم و هر چقدر سعی میکنم مثل اونا باشم نمیتونم. من از بچگی یه سری چیزا رو حدس میزدم، مثل مرگ اطرافیانم. یادم 8 یا 9 سالم بود که یه شب بیدار شدم برم دستشویی، برق رو روشن کردم، دیدم دقیقاً ساعت 3 صبح. با خودم شمردم 1 2 3، شاید الان یکی بمیره. فرداش خبر دادن که پدر شوهر خالم ساعت 3 صبح فوت شده. گذشت تا همین امسال برج 2، با خودم همش میگفتم امسال سال بعدی میشه. همش خبر فوت میشنویم و دقیقاً همینطوری شد. امسال خبر فوت 6-7 نفر از فامیلامونو بهمون دادن. حتی خوابایی هم که میدیدم یه ارتباطی با مرگ اطرافیانمون داشت. 1 ماه پیش خواب دیدم دندونام کج و کله شدم. با خودم گفتم وای، حالا باید ارتودنسی کنم. من که دندونام خوب بود، چی شد یهو؟ فرداش برای مادرم تعریف کردم و گفت خواب دندون راجب مرگ و میره و دفعه دیگه واسه کسی تعریفش نکن. یه هفته نشد خبر دادن بچه فامیلمون که 7-8 سالش بود مریض شده و تو بیمارستانه. سکته مغزی کرده بود. چند روز بعدش خواب دیدم دندونام خراب شده و دارم میکشن. فردا یا پس فرداش بود که خبر دادن دختر فوت شده. باز 2 هفته پیش خواب دیدم دندونام هم کج شدن هم خراب. باز چند روز بعدش خبر دادن زن داییم تصادف کرده و فوت شده. جدا از اینا، همونطور که قبلا گفتم، یه شخصیت غیر اجتماعی هستم. این ماجرا مربوط به 2 سال پیش و تابستونه. یه مدت خیلی بد اخلاق شده بودم. وقتی بعد از ظهر میشد به مادرم و خواهرم که بزرگتر از خودمه میگفتم شما نمیخواید برید بیرون، میخوام تنها باشم. بی خودی گریم میگرفت به خاطر هر چیزی. منی که از تنهایی و مخصوصا تاریکی به شدت میترسم. وقتی مادرم و خواهرم میرفتم بیرون، تمام برقای خونه رو خاموش میکردم و میرفتم تو کمد دیواری اتاقم میشستم و آهنگ گوش میدادم و بی دلیل اشک میریختم بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه واسم. بعد 1-2 ساعت گریه توی تاریکی یهو به خودم میومدم. انگار که آدم چند دقیقه پیش نیستم و سری میدویدم برقا رو روشن میکردم و با ترس و لرز دور و برم و نگاه میکردم. انگار که کسی پیشم و با خودم میگفتم چطور تو تاریکی بودم این همه وقت؟ چرا نترسیدم؟ یا مثلا صدای تلویزیون تو خونه میشنیدم بدون اینکه تلویزیون روشن باشه. صدای مادرم رو میشنیدم که صدا میزنه در صورتی که خونه نبود. شبا میترسیدم از کنار آینه رد بشم، با اینکه هموممون کنار آشپزخونه است و باید از کنار آینه رد بشیم. بد اخلاق شده بودم. همیشه شبا رأس ساعت 3 یا 4 از خواب میپریدم چون حس میکردم یکی داره بهم نگاه میکنه. به خودم نمیرسیدم. حتی جواب دوستام که همیشه باهاشون میرفتم بیرونم نمیدادم. اصلا بیرون نمیرفتم از خونه. وسایلم گم میشد و کم حافظه شده بودم و وقتی یه چیزی رو یه جا میذاشتم بعدش یادم میرفت که کجاست. نمیخواستم با کسی صحبت کنم و مدام تو اتاقم بودم و وقتی پدر و مادرم میگفتن 2 دقیقه هم بیا پیش ما بشین، محل نمیدادم بهشون و ازشون بدم میومد. حتی یادم یه بار که تو اتاق خواهرم خوابیده بودم و روی زمین بودم، نصف شب حس کردم یه وزن خیلی سنگین رو بدنمه. حتی توان نداشتم مادرم که کنارم بود و صدا بزنم. نمیتونستم به پهلو بچرخم و صدام در نمیومد. یهو یادم افتاد بسم الله بگم. همین که تو دلم بسم الله گفتم، تو کسری از ثانیه فشار از روم برداشته شد. منی که درسم عالی بود و همیشه از اول تابستون ذوق شروع مدرسه رو داشتم، دیگه انگیزه واسه سال جدید نداشتم و به پدر و مادرم میگفتم واقعا احمقم که چند سال بی دلیل دارم درس میخونم. من باید ترک تحصیل کنم. کلا مدام کابوس میدیدم و کلی چیز دیگه که اگه بگم طولانی میشه. تا اینکه مادرم تصمیم گرفت بره پیش دعانویس و از اونجایی که من از خونه بیرون نمیرفتم خودش رفت و واسم دعا گرفت. وقتی پرسیدم چی گفته، چی داده، گفت که چند تا دعا داده که باید همراهش باشن و یه دعا که باید توی بطری بندازی و بخوری و یکی دیگر رو توی بطری بریزی و روی بدنش بپاشه و گفت که
دعانویسه گفته همزاده دخترت میخواسته دور دخترت رو خالی کنه و اونو به سمت تنهایی بکشه. دیگه یادم نمیاد چی گفته بود، ولی وقتی کارهایی که دعانویس گفته بود انجام دادم خیلی بهتر شدم. سلام دوستان گلم. این داستانی که براتون تعریف میکنم برای 4 سال پیشی که من رفته بودم پیش داداشم سر مرغداری اطراف شاهرود. اون روز که رسیدم داداشم گفت تو بمون اینجا، من میرم روستا پیش زن و بچم. گفتم باشه. داداشم اونجا تنها کار میکرد و گاهی سابکارش بهش سر میزد، اما فقط روستا 50 کیلومتر از مرغداری دور بود و مرغداری نزدیک کوه بود. تا 50 کیلومتری هیچ خونه ای نبود، نه لامپی نه روشنایی، فقط همین مرغداری بود. داداشم ساعت 10 شب رفت. یه ساعتی که گذشت دوباره دیدم برگشت، اما تنها نبود، یه خانوم باهاش بود. اول فکر کردم زنشه، اما دیدم نیست. تو دلم گفتم عجب آدمیه داداشم، رفته زن آورده. دیدم دارن نزدیک اتاق میشن که من اومدم بیرون. داداشم گفت خانومو راهنمایی کن داخل. منم گفتم بفرمایید و داداشم رفت سمت مرغداری به مرغا سر بزنه. تقریبا 10 دقیقه رد شده بود. دیدم یه پیامی از گوشی داداشم اومد که من رسیدم خونه. یه لحظه تعجب کردم، ترسیدم. فهمیدم این اصلا داداشم نیست. بدنم یه جوری شد. زنه که چادر رو سرش بود، فقط یکم چشاش پیدا می شد. ازش پرسیدم سعید چرا تو رو آورده اینجا؟ که یهو زن بلند شد و با انگشتش زد تو گوشم. من تقریبا تا سقف رفتم رو هوا و خوردم زمین، بیهوش شدم. بعد چند ساعت من به هوش اومدم. هیچ کس نبود اونجا، ولی چنان داغون بودم بدنم کاملا کبود بود. من به شدت با ماشین از اونجا دور شدم. اومدم خونه، گردنم و کمرم کاملا سیاه و کبود شده بود. 1 ماه من حتی از ترس دستشویی نمی رفتم تنها. 1 ماه کاملا رد شد و یه نفر آورده بودم برام دعا می خوند. بعد 5 ماه رد شد. من رفتم روستا پیش داداشم، دیدم زن داداشم گفت سعید مرغداریه. شب بود که بچه داداشم گفت عمو منو ببر با ماشینت پیش بابام. من که می ترسیدم به شدت، ولی گفتم بیا ببرمت. الان چند ماه گذشته، چیزی نیست. بعدش هم داداشم اونجاست. من نصف راه رفته بودم، چون پیش در پیچ بود و خاکی. یهو دیدم چراغ ماشینم خاموش شد، هیچ جا رو نمیدیدم. زدم بغل به بچه داداشم گفتم سحر عمو برو پایین زیر داشبورد بخواب، اصلا بالا نیا تا من نگفتم. من اومدم پایین از ماشین با ترس و لرز، به شدت میترسیدم. دیدم یه نفر اونجاست. گفتم تو کی هستی؟ تو رو به هر چی که میپرستی قسمت میدم دست از سرم بردار. اگر مسلمونی به خدا قسمت میدم دست از سرم بردار. یهو دیدم تو همون تاریکی انگار چند متر اونورتر یه نفر صداش اومد، یه صدای وحشتناک و بلند و خشدار که گفت چرا رفتی دعا خوندی؟ میدونی من چقدر اذیت شدم با دعاهای تو. فهمیدم این جن اصلا مسلمون نیست، کافره. بهش گفتم من اشتباه کردم، قسمت میدم به هر چی که میپرستی ازم دست بکش. اینو که گفتم گفت خواستم این دفعه بلایی سرت بیارم که دیگه به خونه نرسی، اما ازت میگذرم چون بچه باهاته. دیگه کاریت ندارم، فقط برو، هیچ وقتم دیگه اینجا نیا که خونت پای خودته. من برگشتم، حتی مرغداری هم نرفتم. بچه رو پیاده کردم و مثل برق و باد دور شدم از اونجا. بعد 1 سالم داداشم رو ترسونده بودن که آخر اونم از اونجا زد بیرون. این قضیه که برام اتفاق افتاده کابوس زندگیم بود. برای خیلی‌ها یه داستانه، ولی من تا ابد ترس تو وجودمه. من ادعا می‌کردم که نمی‌ترسم، انگار برای همین این اتفاق برام افتاد. خیلی ممنون که تا اینجای داستان با ما همراه بودید.